این داستان دکتر علیرضا و یار وفادارش مجید سرعت و 10 نفر از نیروهای شجاع و دلیرش است که برای نابود کردن موجود ترسناکی که رعب و وحشت در دل مردم شمال کشور انداخته راهی تالاب سراوان می شوند. اما پایان داستان آن چیزی نیست که انتظارش را داشت. ببخشید داشتم تمرین صدا می‌کردم. این داستان بلاگ تالاب سراوان هستش. برو بریم. ضبط می‌کنم. هلو ما بندر انزلی هستیم. کجاییم؟ مرداب سراوان و ما 11 نفر بودیم، ما و بچه ها ما بچه ها ما سلام ما به این شیوه تقسیم شدیم که بتونیم یه مجید بیا کنم نه وایسین یات درست کردیم. به این شیوه ما یات درست کردیم. یات سواری تو تالاب انزلی. یات اصل لامصب اصل تو خوبی داداش. It was at this moment that he knew. He fucked up. آقا رفتی بیا ای بای نه سمت تو بزنم. A few moments later. نمیدونم. خود شاخی مدنی آقای موزیسین این تیکاش نباشن بهتره. سلام اینجا مسیر پیاده رو تالاب سراوانه و این هم اکیپ. سلام روم یعنی وای به حالت اگر گیرم بیافتی. چه فضایی، چه هوایی، چه مکانی، چه سبزه‌ای، چه آبی، چه مردابی، چه قوی توی آب مردابی. به به پشت قسمت تالاب خیلی بکرتره. اینجا دیگه تقریبا انسان پا نخورده است. خب این داستان هم تمام شد. در آخر ما به اتفاق دوستان به رستوران شکم الملوک رشت رفتیم و شکمی از زوادر آوردیم.
اگر از این ولاگ خوشتون اومد حتما برامون کامنت کنید که باز هم از این ولاگ ها براتون درست کنیم. و در ضمن کسانی که لایک نمی کنند و سابسکرایب نمی کنند و زنگوله رو روشن نمی کنند در انتظار هیولای ترسناک طالاب باشن که سرنوشت خونینی براشون رقم خواهد زد. خدا نگهدار.